بسم الله الرحمن الرحیم. بعد حمد بر خداوند و صلوات بر رسول علیه السلام. سلام علیکم دوستان عزیز. امروز حدیثمان در بیان این که داخل شدن در روزه، یعنی روزه داشتن حاصل می شود به طلوع فجر، یعنی صبح صادق، و اینکه انسان بخورد و بنوشد تا طلوع صبح صادق. عن سهل بن سعد قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل حتى يستبينهما حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك. در این حدیث سهل بن سعد ساعدی، صحابی بزرگ، میگوید وقتی که نازل شد همین آیت از سوره بقره و بخورید و بنوشید تا آشکار شدنی از برای شما، اینجا وقتی که خیط آوردگی است، خیط در زبان عربی رشته را میگن، رشته سیاه، رشته سفید از رشته سیاه، در ظاهر ترجمه لغت گفت یک مرد به ظاهر همین آیت نگاه کرده، ظاهرا تفسیر کرده، یک رشته رو گرفت و رشته سفید رو با رشته سیاه در پایش بست و میخورد و مینوشید تا اینکه همون سفیدی روز از سیاهی شب برایش پر معلوم گردد. بعد میگه الله جل جلاله دوام آیت نازل کرد من الفجر، یعنی از فجر، از طلوع صبح صادق، صبحی که روشنی که به حساب افقی در افق میدمد، نه به حساب عمودی. پس الله جل جلاله این آیت را پر آشکار کرد، بیان کرد که یعنی مقصد از این آیت از رشته سیاه و رشته سفید که در این آیت گفته است، سیاهی شب و سفیدی روز است. به همین خاطر هر مسلمان میتواند که تا دمیدن، یعنی شروع دمیدن همون صبح صادق، یعنی سحری خوری کند. دوم حدیث عن ابن عمر رضی الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن ام مكتوم الأعمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. از عبدالله ابن عمر الله تعالی از ایشان راضی باد که گفت از برای رسول الله علیه السلام دو اذانگو بود مؤذن، یکیش بلال ابن رباح صحابی جلیل و دیگرش عبدالله ابن ام مکتوم که این شخص اعما بود، نابینا بود. پس رسول الله علیه السلام گفتند که حقیقتا که بلال وقتی که اذان میگوید در شب اذان میگوید. کدام وقت؟ پیش از طلوع فجر، پیش از دمیدن صبح صادق، صبحی که گفته گذاشتیم، البته آخر شب، اما پیش از طلوع فجر. همون وقت بلال اذان میگوید گفتند پس بخورید شما و بنوشید تا اینکه اذان بگوید برای شما ابن ام مکتوم. از این دو حدیث فهمیده میشد برادر عزیز که انسان مسلمان میتواند که تا دمیدن صبح صادق، یعنی شروع دمیدن صبح صادق، بخورد و بنوشد. یا خیلی انسان ها میخیزن فکر میکنن که دیگر وقت خوردن و آشامیدن تمام شده است، به همین یعنی هیچ چیز نمیخورند تا بگه بسیار روزه براشون سخت میگذرد. اما وقتی که معین کرده میشه در حقیقت به همون تقویمی هایی که 100% درست است، انسان میتونه که تا همون شروع دمیدن همون صبح صادق روزش بخوره و آب بنوشد. و عبدالله ابن ام مکتوم وقتی که اعما بود، از کجا میدونست که شروع طلوع صبح صادق شروع شده است؟ از اینکه مردم به اون وقتی که میدیدن که شروع شد خبردارش میکردن که ای عبدالله
شروع طلوع صبح صادق شروع شد اذان بگو. از هر طرف نداش میکردن، خسته اذان میگفت. به همین خاطر رسول الله علیه السلام هم به صحابه ها سفارش دادن که به اذان بلال یعنی شما بخورید و بنوشید، زیرا که در زمان رسول اکرم علیه السلام این هم هدی رسول الله علیه السلام است که دو اذان گفته مانده بودن. یکیش به خاطر این بود که با آواز اذان اول مردم کدام نفرهایی که خواب هستند از خواب بخیزند تا که به روزه گرفتن آماده شوند، و شخصانی که بیدار هستند انسان‌هایی هستند که الله اونا را توفیق داده که پیش از صبح خسته نمازهای تهجد میخوانند، اونها آماده شوند به خوردن و نوشیدن، و انسان‌هایی که خبر ندارند هم آگاه شوند که وقتی خوردن و آشامیدن است، پیش از طلوع صبح است. تسحر یعنی سحری خوری کنند. به همین خاطر کوشش کنیم که نه از وقت زیادی بعد بر وقت یعنی خوردن و نوشیدن بس کنیم و نه اینکه از وقت بگذرانیم. همین که صبح صادق طلوع کرد، اما شروع طلوع صبح صادق ده کوشش کنیم که روزه خدا بسته کنیم. الله ذوالجلال ما و شما را به این آیت و به حدیث رسول اکرم علیه السلام عمل کردن و روزه داشتن نصیب روزی گردانده باشد. بارک الله فیکم.